اسحاقزاده و رحمت الله حسینشو مرکزی توجه همین میدان باشد. بس با تلفن صحبت کردن قطعاً در جریان صدمن است. هوپا نشد از اون گلیم هم فیض‌الدین امیرخوف نتیجه گیری نیست. داور نظارتی در مقابل هنرنمایی حسین و سعید سرمربی منتخب گشتین ملی کشور خورشید ایبایدرو اون طرف میده. بش یکا بش اونجا بش که سایچور شو منور گیره وای کنه بسیارتر نمی‌آیند. عرب دیوار خوردستانی از آیت الله قمر و از کی غیرت دیوار خوردستانی دیگران را نمی‌ذارید. تشکر برای هنرنمایی پهلوانانی که امروز هم میدانداری کردند. من از تجربه کشور همجوار ازبکستان که پهلوانان ما بسیار میدانداری میکنند داود و دینایت سخن را اعلام کردنیم آنقدر عزت و اکرام و تبلیغ بیشتری که ما با پهلوانان ما در اینجا میکنیم در میدان ازبکستان چنین نیست. 10 جفت به گفتگو و به مشورت و به تبلیغ و رکلام جریان بگیرد. اینقدر صفت پهلوانان رو برای مادرم که حالا میگه که اکا مرا معرفی کن بعد ما میدان بیرون بعد ایرون دابر باز 3 ساعتی دیگر را میگذارم میگه حالی معرفی تابی دل نیست ولی اندکیگه وقت است. ارمان ها رو با دیوان خود نبرید برادر عزیز. میدان همه تلفن و جایزه ها رو دارند. همه چهره های رو معرفی میکنیم که استاد ورزش جمهوری تاجیکستان 11 کرات سید مختار رسولوف اینا یاکوب جان باقیوف فرزندی خیلی شهردیاری منطقه رنج. من میخواستم امروز هم باز در میدانداری پهلوانان زینتی دیگر ضبط شود. هر معلومه نمیشید که وزیره شما اینجا اینا این طرف ایزاد خدایی جا شدید تیز از جان جا تسه قدم ایگه یک طرف کن کار رنگی دیگر شد برادر عزیز. بهادر روچکر گیر ورقه را پیدا کن نویست. پهلوان محبوب و شهرتیار ورزشگر شناخته تاجیکستان از منطقه پهلوان خیز پهلوان سازی فنجی باستانی یاکوب جان باقیوف یک ترسک زنه به تو مردمی به احترامی که حالا میبینیم. انای قشنگکی تیمور ملک با بهار 18 با بهار 17 قدم میخورد. فیاض میدانداریشم من بعدی سین 23 سالگی شده دارم. محمد این استافت این پدر را در سین 17 سالگی اشتری کرد. نگاه کم بگیرم به هر دو بخت و سعادت یک گل اون شبکه چپنای راستانای بود شبکرمون تنپنه را در میدان امروزه موسیقی و هنرمندی مردم ایرانی بمونه دهد. جزران شرف سواری هر دو پهلوان نمازی بگیرد. تشکر. سید مختار رسولوف 11 کرات چمپیون جمهوری تاجیکستان است. اردینایف داوود محمد داوود ای میخواد من گفتی راست گفتی خود تعریف میکنی مردم. 11 کرات چمپیون تاجیکستان ورزشگر خیلی دوست داشته و شناخته کشور به همین پهلوان طلبکار باشد قدمش نوری دیده نباشد. به همه شما موفقیت میدانهای دیگر میخواهیم. سلامت باشید کزید همه شجاعت دیگر
اینو بخشیش هم اینا رقم اتیار اینا او باید پرای بگذار یگون چی را نمیبینیم یگون کور در همه جران نمیگیرد خیزید مردم همه در پشت ماندگی اخید میدان برنجی را در سال اول صحیح بیسیقلونی در جودو در خیراسی من چوپون خیرون نظری اوپده سویار پشتی پرده ما بچورا اینه کفا رو مردم کفا رو کم در شهر مسائل بس خیزید کفا رو بگم خیز باز یک دکه خیزید اول نیزم کشو کش نمیشوه به همین دو کس قطعه بشتی گیره مرحبا نویت شیرانی اخیران کلوزمانی شد دیگه خچونه هم کسا نیارن دیروز در گلمی که ما تماشا داریم که تشکر نویت شیرانی 5 غلبه به دست آورد و این پهلوان در آینده موفقیت ما خواهیم تشکر میدانداری امروزه این برادر خاتمه می‌یابد سلامت باشید نشد در رقابت اسحاق و سعید شو نتیجه رو ما نمیبینیم برای هنرنمایی جالبی هر دو پهلوان تشکر بچه من را بگیرم که زماندار گوشینه اونا رو تو که اسکندر من که گوشینه میرم جای اونا رو ایواز کنیم سعید شو را جمعیارم قطعی اسحاق برای مکافات یعنی مردم تماشا کنه خسکی ها را مقدید و مورده با خشمون گیرن آدم خیلی گیر هم دیگه دارن باید گوشین گیرن هنرنمایی پهلوانان ثبت شوند مردم تاجیکستان بینن بچه‌هایی که در مرحله اول همون پشت پرده و پیش فیض‌الدین امیرشاه هم کار شدگان تیم میشوند همین ترتیب محمد و یعقوب باقی در گره دیگران تشکر به هنرنمایی شما هم کاری بهتر کردی اکنون بهترین کارا میکنم Akay doar kan taraf. که خیزه شما برادری که فقط با زور گوشتگی خواهیش باشه مرحبا گیره دیگر در بشوان یک دو هر میوان پای در پای میدان دوری کردن هنرنماییشان خوب بود که سرخونه بگفت معاین کنه نمی برادران جفتان رو معاین کنه شما اینم زور است اینم نیچه دارد مسئلت ها اینطوری برادر حق بود میدان بخاطر صداقت و اعتماد میدانداری مردمی که تماشا میکنم من خواهش میکنم فقط موضوع گوشتی گیرد آوردن رقیب شما یکان معنی ندارد ببینم معاین کنم گوشتی گیرد برم
کارمندای سیخود بخیزین رو نمیرکه فقط امروز با اون بفراستی کنم شما رو ببینیم خیزید خیز روان ها از خیال از ریادی خیرون از این دورتر شیرین خیرون از این دورتر شیرین خیرون از این دورتر شیرین